سلام بینندگان عزیز، امروز میخوایم در رابطه با تکنولوژی جدید کارخانه اپل کمی با هم صحبت کنیم. آیپد 2 محصول جدید این کمپانی. دلیل ضبط این ویدیو به خاطر اینه که به زبان فارسی هنوز توی یوتیوب تا این لحظه‌ای که من این ویدیو رو ضبط میکنم ویدیو بازنگری یا ریویو راجع به آیپد 2 در نیامده و فکر کردم که شاید خوب باشه که بشه به زبان فارسی هم یک چنین ویدیویی داشت. البته این محصولی که شما سمت چپ من میبینین محصولش که چند ماه پیش وارد بازار شد آیفون هست، آیفون 4 که کارایش با این دستگاه آیپد 2 کاملا فرق میکنه، ولی از لحاظ در واقع طراحیشون میبینین که خیلی شباهت دارن به هم. اما راجع به خود آیپد 2 از لحاظ سخت افزاری خیلی محصول جالبی هست. از لحاظ طول این دستگاه، طولش حدود 24 سانته، عرضش حدود 18.5 سانت هستش، عمقش این قسمت اینجا حدود 8 سانته و وزنش هم 603 گرمه، یعنی کمتر از 1 کیلو. و جالبه که بدونین که از لحاظ عمقش و نازکیش حتی از آیفون هم نازکتره و این یکی از کارکردهای بسیار بالای آیپد 2 هستش. و از لحاظ طراحی هم که شده از آیپد 1، چون آیپد 2 هست، از آیپد 1 هم نازکتره، هم سبکتره و هم طبق گفته آیپد تندتره از لحاظ کاراییش. و دکمه ها ما این پایین یک متصل کننده داریم که به کامپیوتر یا برای شارژ استفاده میشه. این قسمت بالا دکمه بالا یا پایین بردن صدا داریم و قفل تصویر. این قسمت اینجا دکمه خاموش روشن یا استند بای داریم. خروجی 3.5 میلیمتری صدا رو داریم. اینجا یک میکروفون کوچیک هست، اگه بتونیم ببینین که میکروفونش هست. این پایین هم سپیکر هست برای آیپد 2 و آیپد 2 یک چیزی هم که اضافه کرده این قسمت بالا و همچنین پشتش 2 تا دوربین اضافه کرده که هم برای عکس هم برای اسکایپ یا موقعی که چت میکنین با دوستاتون میتونین استفاده بکنین. در 3 مدل میاد، 3 مدل 16، 32 و 64 مگابایت و همچنین 2 مدل وای فای و 3G. قیمتش هم محصول ارزونی نیست، واقعیتش 399 پوند در انگلستان شروع میشه و تا 600 خورده پوند هم میرسه، ولی در ایران اگه اومده باشه فکر کنم چند برابر باشه. و از لحاظ قسمت باتریش هم باتری خیلی عالی داره، بیش از 10 ساعت به شما باتری میده. حتی اگه گیم، فیلم و چیزهای مختلف کارایی زیادی ازش بگیرین هنوز خیلی باتری خوبی داره. این از سخت افزارش بود. بینندگان ویدیو سخت افزار آیپد 2 رو دیدیم، اما در رابطه با نرم افزار من همونطور که متوجه شدین توی کیس مخصوصشون رو گذاشتم که صدمه نبینه و این البته کیسی نیست که خود آیپد معرفی کرده، ولی من ترجیح دادم که توی یک چنین کیسی بذارم که خیلی صدمه نبینه. همونطور که متوجه میشین من اینو هر سمتی که بچرخونم تصویر هم به همون سمت میچرخه. از لحاظ برنامه‌های مختلفی داره. اینجا ما تقویم داریم، تمام چیزهای مختلف. از لحاظ تایپ کردن هم در قسمت لندسکیپ و پورتریت خیلی آسان هست و راحت هست تایپ کردن و این بالا تایپ میکنه و خیلی استفاده مختلفی داره در رابطه با نقشه و حالت بازی. من یکی از دلایل اصلی که گرفتم بازی های خیلی خوبی هست که توی این میتونین بگیرین. یک نمونه از بازی ها رو نشون میدم. بازی ماشینگانی هستش که یکی از بازی های خیلی خوب و گرون این محصول هست، چون برای بعضی از بازی ها هم شما باید برای این محصول پول بدین و اینجا توی این مثلا بازی ما اینو انتخاب میکنیم که وارد بازی بشه و شما میتونین توسط چرخوندن این ور اونور فرمون این ماشین رو حرکت بدین. همونطور که میبینین
من اینو یکم پایین ترم میارم که شما خوب ببینین. دارم از ماشینا جلو هم میزنم و خب بازی هم مختلف دیگه هم داره که وقت نیست که من تک تک وارد اونها بشم، ولی محصول بسیار جالب و خوبیه. در قسمت موزیک هم شما کارهای مختلفی میتونین با موزیک بکنین. اگه پیانو میزنین، اگه سازهای مختلف مینوازین و خیلی کارهای دیگه که میتونین بکنین. از اینکه به این ویدیو توجه کردین بسیار ممنونم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.